سلام، امیدوارم حالتون خوب و عالی باشه. به چالش روز سوم یوگا با من خوش اومدید. در ادامه تمرینات جلسه قبل میخوایم باز از حالت خوابیده یا شاواسانا تمرینات رو شروع کنیم. حتما قبل از اینکه حالا تمرینات رو شروع کنید کنارتون بند یوگا یا اگه ندارید یک شال یا روسری کنارتون بذارید که تو این جلسه مورد استفاده قرار میگیره. خب میخوام که خیلی آروم به روشی که گفتم به پشت دراز بکشی، یعنی کف پات رو بذار روی زمین، با کمک دستت آروم آروم ستون فقراتت رو روی زمین قرار بده. خب میخوام پاهات رو کاملا صاف بکنی و دستات رو توی هم قلاب کن. اگه مشکل کتف و شونه و گردن و دست داری میتونی دستات رو یا صاف بکشی بالای سرت. باز اگه برات سخته، احساس میکنی داره فشار میاد به گردنت، میتونی دستات رو در امتداد شونه از همدیگه باز کنی. پس با توجه به بدنت حرکت رو انجام بده. در غیر اون صورت دستات رو کاملا قلاب کن، بکش بالای سرت، یک کشش خوب عالی به کل بدنت بده. پاهات رو بکش، دستات رو بکش، خیلی عالی. و اگه مشکل گردن داری دستات رو در امتداد شونه قرار بده. در غیر اون صورت دستات رو قلاب کن زیر سرت. حالا کف پاهات رو بذار روی زمین، زانوها کاملا جفت کنار همدیگه، تیغه داخلی پا کنار همدیگه و میخوام که یک دم بگیری، دم از بینی. با بازدم جفت پاهات رو ببری به سمت راست، بذاری روی زمین. وقتی که پاهات رو روی زمین گذاشتی میخوام که سرت رو بچرخونی به سمت چپ. البته اگه مشکل گردن نداری. اگه مشکل گردن داری نگاهت رو به سقف باشه. حالا اگه برات سخت، احساس کردی داره به کمرت فشار میاد یا زانوهات به زمین نمیرسه، میتونی یه آجر یا یه کوسن زیر زانوت بذاری، زانوی پای راسته. دقت کن که زانوها روی همه، تیغه داخلی پا هم کنار همه. این برای کسیه که دیگه خیلی محدودیت داره، مشکل گردن، مشکل زانو، مشکل کمر، به این شکل حرکت رو انجام میده. در غیر اون صورت بدون آجر. خب حالا میخوایم برگردیم از حرکت. میخوام دم بگیری و با بازدم زانوت میاد سر جاش و صاف میشه. حالا میخوایم که عکسش رو انجام بدیم. میخوام دم بگیری، با بازدم جفت زانوهات رو این بار ببری به سمت چپ و سرت به چرخ به سمت راست. در حین موندن توی حرکت فکرت رو سعی کن که متمرکز کنی روی بدنت، به اینکه الان کجای بدنم تأثیر بیشتری گرفته تو این حرکت. عضلاتش کشیده تر شده یا منقبض شده. خب حالا با دم زانوت رو برگردون و بازدم میتونی پات رو صاف کنی، یا اگه مشکل کمر داری کف پات همچنان روی زمین بمونه. خیلی عالی. خب حالا میخوام که پای راستت رو، اول کف پای چپ روی زمین باشه اگه مشکل کمر داری. پای راستت رو حالا بگیر بیارش بالا و ممکنه تا اینجا بیشتر نتونی بیاری بالا. اگه زانوت رو صاف کنی خیلی عمود نمیتونی بکنی، اشکالی نداره، میتونی در همین حد نگهش داری. حالا میخوام پنجه پات رو بکشی به سمت بدنت، به سمت خودت و بعد بکشی به سمت سقف. میتونی حرکت رو با دم و بازدم هماهنگ کنی. در ابتدا هماهنگی دم و بازدم ممکنه با حرکت سخت باشه، ولی اصلا سخت نگیر، آروم آروم اوکی میشی. با دم به سمت خودت، بازدم به سمت سقف، یا اگه پات میتونه کاملا صاف باشه به صورت عمود، حتما این کارو بکن.
نکته خیلی مهمی که توی انجام حرکت‌های یوگا باید در نظر بگیرید. خب حالا یه لحظه پای راستت رو رها کن، چند لحظه چشات رو ببند و به اثر تمرین توی بدنت آگاه باش و به صحبت من گوش کن. نکته خیلی مهم که باید دقت بکنید اینه که توی انجام تمرینات یوگا اصلا نگاه نمی کنید که مثلا من حرکت رو تا چه حد کامل میتونم انجام بدم. شما باید به بدن خودتون گوش بکنید و اگه بدنتون اجازه نمیده و براش امکان پذیر نیست که حرکت رو کامل انجام بده، اصلا این کار رو نکنید و مخصوصا اگه مشکلاتی دارید، مثلا مشکل زانو، مشکل کمر یا مشکل گردن، دقت بکنید که به بدنتون فشار وارد نشه. خب حالا کف پای راست رو بذار روی زمین و پای چپت رو صاف بیار بالا یا در هر حدی که میتونی صاف کنی. حالا میخوام که پنجه پات رو بکشی به سمت خودت و با بازدم به سمت سقف، دم به سمت خودت، بازدم به سمت سقف. تکرار کن و در همین لحظه هم که داری حرکت رو انجام میدی به پنجه پا آگاه باش، به کشش روی پا، به کشش پشت پا، کاملا حسش کن. خیلی عالی. و آروم کف پات رو بذار روی زمین و پات رو سر بده، صاف کن. چشات رو ببند. حالا این بار آگاهیت رو ببر روی پای چپ، به کف پا، به مچ پای چپ آگاه باش و جریان انرژی رو ببین و کاملا حسش کن. قبلا هم گفتم توی ما بین آسانه ها اون استراحت هایی که انجام میشه مثل همین الان، ما آگاهیمون رو باید نگه داریم روی بدنمون یا جریان انرژی توی بدنمون یا روی تنفسمون. این باعث میشه که این تمرین تأثیر بیشتری روی بدن و ذهن ما بذاره. خیلی عالی. خب دوباره کف پای چپ رو بذار روی زمین. حالا بند یوگا رو ازت میخوام که برداری. میتونی اگه شال داری، روسری داری، به همین شکل که حالا شال و روسری صافه بدون حالا سگکه، به این حالت بذاری دور سینه پای راستت. حالا حتما زانو رو خم کن و به این حالت بذار که برات راحت باشه. سینه پا کجاست؟ انگشتای پا رو اگه در نظر بگیرید، یه برجستگی زیر انگشتای پا هست که بهش میگن سینه پا. حالا اگه بند یوگا داری و میتونی حلقه کوچیک درست کنی، این کارو میکنی، میذاری دور سینه پا. در هر دو صورت فرقی نداره، تأثیرش یکی، یعنی این خیلی مهم نیست. خب دستت رو کجا میبری؟ دستت رو تا جایی میبری بالا و بند رو میگیری که آرنجت کاملا صاف باشه، یعنی اینجوری بند رو نمیگیری. خب کاملا میکشی میبری بالا. حالا ممکنه که دستت راحت برسه به پات، اصلا نیازی به بند نباشه، یا ممکنه اصلا خیلی فاصله داشته باشه. هیچ فرقی نداره، اصلا سخت نگیر و انجامش بده. فقط سعی کن زانوت رو صاف کنی، این خیلی مهمه. زانو کاملا باید صاف باشه. حالا حتی شده اینجا پات خیلی خشکه، عضلات پات، و تا اینجا بیشتر صاف نمیشه، همینجا نگه میداریم. دقت کنید که آرنج دستتونم کاملا صاف باشه. چند لحظه بمونید. میتونید با دست چپ روی رون پای راستت رو فشار بدی که زانوت صافتر باشه. خب حالا میخوام به اندازه 50 سانتی متر، نه بیشتر، پات رو ببری به سمت راست. ببینید اینجا صاف بود، حالا خیلی آروم به اندازه 50 سانتی متر
میبرم به سمت راست. دستم صافه، آرنج صاف، زانو صاف. به کشش توی عضلات پا، حالا پشت زانوه، پشت رونه، پشت ساق پا، پشت مچ پا یا کف پا آگاه باش. خب حالا خیلی آروم بیار بالا. با دست چپ بند یوگا رو بگیر و بنزه 50 سانتی متر ببر به سمت چپ. خیلی عالی. حالا ببین کجای پات کشش حس میکنی، انقباض حس میکنی. ببین چه تغییراتی کرده نسبت به حرکت قبل. خیلی عالی. آروم برگرد. حالا بند یوگا رو بگیر. زانو رو خم کن، با دستت زیر رونت رو بگیر تا جایی که میتونی زانوت رو جمع نگه دار توی شکمت. نگاهت رو به سقف باشه. خیلی عالی. خب حالا میخوام که پای راستت رو صاف کنی. اگه مشکل کمر نداری پای چپت رو هم صاف کن. دستات رو بذار کنار بدنت و چند لحظه چشات رو ببند. ببین توی پای راستت چی حس میکنی. تفاوت پای راست و چپ رو ببین. ببین کجاهای پای راست جریان انرژی یا تغییرات رو بیشتر حس میکنی. خیلی عالی. حالا کف پای راست رو بذار روی زمین، پای چپت رو جمع کن و بند یوگا رو بذار دور سینه پای چپ. با دست چپ بگیر در حدی که بتونی آرنجت رو صاف کنی. و همچنین زانوت خیلی مهمه. دست راستت رو هم بذار روی رونت که صاف شدن زانوت رو بیشتر هم حس کنی و هم ایجادش کنی. به کشش پشت پا، پشت زانوت آگاه باش. پنجه پات رو هم میتونی کاملا فعال کنی، یعنی به سمت خودت بکشی که کشش رو پشت پات بیشتر حس کنی. خب حالا 50 سانتی متر پات رو میخوام ببری به سمت چپ. نسبت به حرکت قبل ببین چه تفاوتی کرده بدنت، کجاها درگیرتر شده. حالا بیارش بالا، با دست راست بگیر و با زانوی صاف به اندازه 50 سانتی متر بیار به سمت راست. دقت کن خیلی زیاد نیاری، همون 50 سانتی متر کافیه. این تمرینات خیلی برای کسایی که مشکل کمردرد دارن، مخصوصا سیاتیک، عالیه. یعنی کافیه که شما سیاتیک داشته باشید، یه مدت یوگا انجام بدید، با سیاتیک خداحافظی میکنید، چون حرکت‌های کششی باعث بهبود سیاتیک میشه. باعث میشه که رگ سیاتیکی که از پشت کمر باسن و پشت رون و ساق پا رد میشه اون رو تحت تاثیر قرار بده و آرومش کنه. خب آروم برگرد. حالا بند یوگا رو بگیر و زانو رو جمع کن. با دستت زیر رونت رو بگی تا جایی که میتونی جمع کن توی شکم. نگهش دار. خیلی عالی. حالا کف پای چپ رو صاف کن. اگه میتونی، مشکلی برات به وجود نمیاد، مشکل کمر نداری، پای راستت رو هم صاف کن و این بار جریان انرژی رو توی پای چپت ببین. خیلی عالی. خب کف پاهات رو بذار روی زمین، پاهات رو جمع کن، چند تا گهواره بزن به سمت راست، به سمت چپ.
خیلی عالی. خب مثل انتهای جلسه قبل، کسایی که مشکل کمر دارند یا گودی کمر دارن حتما کوسن یا آجر بذارن زیر رونشون. در غیر اون صورت بدون آجر و کوسن میتونن پاشون رو صاف کنن و دستا هم با فاصله کمی از بدن روی زمین، پشت دستا روی زمین، سر کاملا صافه و چشم ها رو میبندی و دوباره میخوام دستات رو ببری دو طرف نافت روی شکمت قرار بدی و مثل تمرین قبل که آگاه بودی به دم و بازدم طبیعیت بدون اینکه تغییرش بدی، مجددا آگاه باش به تنفس طبیعی. دم و بازدمت هم فقط از بینیه. تمام اندامهای بدنت ریلکسه. اگه تنش داره کاملا رهاش کن. در نهایت وانهادگی قرار داره. حالا میخوام به اندازه 7 تا دم و بازدم طبیعی به تنفست آگاه باشی. از شماره 1 تا 7 توی ذهنت بشمر به این شکل که یه دم و بازدم طبیعی انجام میدی. شماره 1 دم بازدم 2 تا شماره 7. در این حال که داری تنفست رو انجام میدی به حرکت ملایم شکمت موقع دم و بازدم طبیعی آگاه باش. و امیدوارم که چالش امروز رو هم به خوبی انجام داده باشی. میریم برای جلسه بعد.